ولی نمیخواستم بفهمن که حرفاشونو شنیدم. هرچی که بود به من و سینا مربوط میشد. نگران شده بودم. تا دیر وقت خوابم نبرد. صبح که بیدار شدم سینا نبود. رفته بود کتابخونه دانشگاه تا با دوستاش درس بخونه. صدای مامان رو شنیدم که داشت تلفنی با خالم صحبت میکرد. منو که دید در جوابم سرش رو تکون داد و زود تلفنش رو قطع کرد و گفت چه دیر بیدار شدی؟ تو ناسلامتی یه ماه دیگه کنکور داری نرگس؟ گفتم باشه مامان، دیشب دیر خوابیدم دیگه. یه چیزی سرسری خوردم. حواسم به مامانم بود. زیر چشی نگاهش میکردم. چند دقیقه وقت تلف کردم و برگشتم اتاقم. دوست داشتم یه جوری سر صحبت رو باهاش باز کنم، اما نمیدونستم چجوری. یه ساعتی خودم رو با کتاب مشغول کردم، ولی چیزی تو سرم نمیرفت. تمام فکرم پیش حرفایی بود که دیشب شنیده بودم. دوباره برگشتم پیش مامان. داشت آشپزی میکرد. یه سیب برداشتم و مشغول خوردنش شدم. پرسیدم مامان یه سوال بپرسم راستشو میگی؟ برگشت سمتم و بی هوا گفت چی شده؟ گفتم هیچی، همینطوری. دیگه چیزی نگفتم و برگشتم اتاقم. از عکس‌العمل یهویی مامان دیگه کاملا مطمئن شده بودم یه چیزی هست که نمیخوان ما بدونیم. تصمیم گرفتم وقتی که سینا برگشت از خودش بپرسم. تا بعد از ظهر که سینا بیاد دل تو دلم نبود. چند بار بهش زنگ زدم و پیام دادم. بالاخره اومد. فوری رفتم تو اتاقش و چیزایی که دیشب شنیده بودم و همه رو تمام و کمال گذاشتم کف دسته. سینا گفت باز تو فضولیت گل کرده خانم. به نظر من که چیزی وجود نداره. اگه بود تا حالا متوجه می شدیم. شاید داستان در مورد ما نیست. با سماجت گفتم نه، مطمئنم یه چیزی هست که قرار من و تو نفهمیم. اصلا در مورد ما هم هست. اتفاقا من با گوشه خودم شنیدم. سینا تو خبر نداری. البته منم خبر ندارم. اما بالاخره تحتشو در میارم. اون روز گذشت و کم کم به روز کنکور نزدیک می شدم و موقتا از فکر کشف قصه در اومدم. سینا مدام تشویقم میکرد به خوندن درسام و من سعی میکردم بیشتر تمرکز کنم تا بتونم از پسشون بر بیام. بالاخره کنکور دادم. هرچند از نتیجه خیلی راضی نبودم، اما انگاری باری از دوشم برداشته شده بود. 2-3 روز بعدش که تنها بودم توی خونه و کسی نبود، رفتم اتاق مامان بابام. یه کمد بود که توش یه صندوقچه و یه کیف کوچیک بود. توشو باز کردم. پر از مدارک و آلبوم و اینا بود. سعی کردم یه چیزی پیدا کنم که مربوط به من و سینا باشه، اما چیزی دستگیرم نشد. داشتم ناامید می شدم که یهو چشمم به یه پاکت کهنه افتاد. داخلش چند تا کاغذ بود. نوشته های روش کمرنگ و زرد شده بود. سعی کردم بخونمش، اما نتونستم. کاغذ رو برداشتم و اون کیف رو گذاشتم سر جاش. تا شب صبر کردم تا سینا برگرده و برگر رو نشونش بدم. با هیجان زیاد بعد از شام رفتم تو اتاقش. داشت درس میخوند. گفتم سینا چشاتو ببند یه چیزی نشونت بدم. با ادب و اصول چشاشو بست و گفت باز چی شده بلا؟ کاغذو دادم دستش. پرسید این چیه؟ با افتخار گفتم از اتاق مام بابا پیداش کردم. بخون ببین چی نوشته. من نتونستم بخونمش. سینا گفت خیلی کار اشتباهی کردی، بی اجازه رفتی سراغ وسایلشون. حالا بده ببینم چی نوشته. ساکت بود و با دقت سعی می‌کرد از محتویات نوشته سر در بیاره. چند دقیقه گذشت. کم کم اخماش رفت تو هم. گفتم سینا چی نوشته به من بگو. جواب نداد. دوباره سعی کرد از اول بخونه. باز گفتم خب بهم بگو چی نوشته. گفت نرگس تنها هم بذار لطفاً. گفتم چرا آخه؟ گفت برو بیرون. گفتم تو رو خدا چی شده؟ سینا سرشو با دستاش گرفت و محکم فشار داد. کاغذ از دستش افتاد. ترسیدم. دوباره پرسیدم سینا جان چی شده؟ بگو جونم اومد تو دهنم. چی نوشته این تو؟ جوابمو نمیداد. صورتش رنگ نداشت. به هم ریخته بود. سعی کرد پنجره رو باز کنه اما نتونست و خورد زمین. با مشت کوبید تو سرش. داد زدم سینا چی کار میکنی؟ بهم بگو تو رو خدا. داد زد نه امکان نداره، نمیشه، باورم نمیشه، این ممکن نیست. ترسیدم. گفتم سینا خب اینجا چی نوشته؟ تو رو خدا بهم بگو. ولی سینا انگار اصلا نمیشنید. گریه میکرد. تا حالا سینا رو تو چنین حالتی ندیده بودم. خیلی ترسیدم. مامان بابا از سر و صداهای ما آمدن تو اتاق سینا. گفتن چی شده؟ اینجا چه خبره؟ سینا داد میزد این دروغه، این امکان نداره، بگین که دروغه. بابام شونه هامو گرفت و گفت مگه چی شده؟ چی میگه سینا؟
با گریه کاغذ رو از روی میز سینا برداشتم و دادم دستش و گفتم بابا این چیه؟ توش چی نوشته؟ بابام زد تو سرش. گفت این دست شما چی کار میکنه؟ گریم شدیدتر شد و گفتم من برش داشتم. اون شب حرفاتون رو شنیدم. میخواستم ببینم چیه که مربوط به من و سینا میشه. ما هم خبر نداریم. خب نمیدونستم اینجوری میشه. مامانم گریه میکرد و میگفت دیدی آخرش گفتم بدبخت میشی منصور. این همه بهت گفتم آخرش خاک تو سرمون میشه. بابا نشست رو صندلی و سرشو انداخت پایین. از کسی صدایی در نمی اومد. خودم رو به خاطر فضولیم سرزنش می کردم که همه رو به هم ریخته بودم. فقط صدای آروم نفس کشیدنهای سینا بود و حق حق مادرم. بالاخره بابا سکوت شکست و گفت حق دارین شما. مخصوصا تو سینا. بابا جان باید زودتر از اینا حقیقت رو می گفتم. ولی فکر می کردم لازم نیست و از همه مهمتر نمیخواستم آرامشتو به هم بریزم پسرم. سینا توجه نکرد و سعی کرد بره سمت ویلچر. بابا دست سینا رو گرفت و گفت بشین پسرم باهات حرف دارم. سینا با تمسخر گفت الان؟ دیگه خیلی دیره. بابا با التماس گفت اجازه بده حرف بزنم. بعد هر تصمیمی گرفتی من بهش احترام میذارم. ببین سینا من که هر کاری کردم به خاطر خودت بوده. به خاطر صلاح و آرامش خودت. گوش کن من همه چی رو از اول بهت میگم پسر. فقط گوش کن. بعد هر تصمیم میخواستی بگیر. مامان همچنان اشک میریخت و من گیج نشسته بودم ببینم بابا از چه حقیقتی میخواد بگه. بابا گفت من و مادرت وقتی که ازدواج کردیم تا چند سال صاحب فرزند نشدیم. همه جوره دوا و درمانی کردیم ولی نتیجه‌ای نداد. اون موقع من همکاری داشتم که خانومش توی بهزیستی کار میکرد و یه روز که خیلی دلم گرفته بود با همکارم درد و دل کردم. گفت که خانومش راحت بتونه کمکمون کنه. این شد که پای ما به بهزیستی و پرورشگاه باز شد. طوری یکی از کارمندای پرورشگاه که با خانم همکارم آشنا بود به ما معرفی کرد. یه نوزاد چند ماهه بودی. خیلی کوچیک و ضعیف. نارس هم به دنیا آمده بودی. تا دیدیمت دلمونو بردی. چند وقتی طول کشید تا کارهای قانونی حضانت تو رو انجام بدیم. بعدش اومدی خونمون و قدم گذاشتی رو چشای ما و شدی چراغ خونمون. در مورد پدر و مادرت هم باید بگم که پدرت قبل از تولد تو از دنیا رفته بود و مادرت هم متاسفانه سر زار رفت. من خیلی تحقیق کردم ببینم قرم و خویشی داری یا نه ولی نتیجه‌ای نگرفتم. بعدش هم شناسنامه‌تو گرفتم و تو شدی پسر عزیز من و همه کس من. سینا جان من و مادرت در تمام این سالها یه لحظه هم فکر نکردیم که تو از خونه ما نیستی. ما تو رو با عشق بزرگ کردیم. بعد از 2 سال از پا قدم خوب تو صاحب دختر شدیم. همه چی تکمیل شد. دیگه از خدا چی می‌خواستیم؟ این شد که در همه این سالها هر بار خواستم بهت بگم اما نتونستم. نخواستم آرامشتو به هم بریزم. از ما به دل نگیر پسرم. تو همه وجود مایی. بابا میگفت و سینا با چشمای از حدقه در اومده به حرفاش گوش میداد. من هم مات و مبهوت و گیج بودم. باورم نمیشد در عرض چند دقیقه سینایی که در همه این سالها فکر میکردم برادرم باشه فرزند آدمای دیگه ای باشه. انگار یهو همه چی عوض شد. سینا آروم گریه میکرد. مامان رفت سمتش، بغلش کرد و صورتش رو مرتب میبوسید. نفهمیدم چقدر گذشت ولی هممون توی حالت خاصی بودیم. مامان مرتب میگفت سینا پسرم ما رو تنها نذار. تو همه وجود مایی. بابا سعی میکرد اشکاشو پنهون کنه ولی نمیتونست خودشو کنترل کنه. حال منم که دیدنی بود. باید ناراحت میبودم ولی ته دلم شاد بود. انگار یه در بزرگ برون باز شده بود. بین اشک و لبخندم گیر کرده بودم. بالاخره اون شب گذشت و سینا فرداش ساک و کتاباشو جمع کرد و گفت برای مدتی میره خونه دوستش. کسی چیزی نگفت. بابا به مامان گفت که باید به تصمیمش احترام بذاریم. من نمیدونستم چجوری باید دوریشو تحمل کنم. مامان با گریه سینا رو بدرقه کرد. سینا رفت و برای همه ما خیلی سخت گذشت نبودنش. خونه بوی غم گرفته بود. هر کی تو حال خودش بود. من چند بار خواستم برم از مامان و بابام به خاطر کاری که کردم عذرخواهی کنم ولی جسارتش رو نداشتم. همش تو اتاقم بودم یا تو اتاق سینا و بهش فکر میکردم. تو این مدت چند بار به سینا زنگ زدم، پیام دادم ولی جواب نداد. منم دیگه راحتش گذاشتم.
تصور این که دیگه نخواد بیاد خونه داشت منو دیوونه میکرد. ولی ته دلم میگفت که سینا برمیگرده. هر روز با عکسش حرف میزدم. مطمئن شده بودم که دوستش دارم. دوست داشتنی فراتر از حس خواهر و برادری. نمیتونستم حرف دلمو به کسی بگم، ولی خوشحال بودم که میتونم چنین حسی بهش داشته باشم. روز 17 بود که از سینا یه پیامی بهم رسید. نوشته بود: من توی حیاتم، بیا کمک فضول خانم. جیغی از شادی کشیدم که مامان به اتاقم اومد. با خوشحالی رفتیم استقبالش. سینا دوباره برگشت. خودش دیگه هیچی در مورد اون مسئله حرف نزد. ما هم چیزی به روش نیاوردیم. لاغر شده بود. مامان از خوشحالی روی پاش بند نبود. مرتب تقویتش میکرد. بابا اونقدر از اومدن سینا خوشحال بود که نمیتونست بروز نده. خونه رنگ و بوی دیگه‌ای گرفته بود. منم دور و برش میچرخیدم. با هم بیرون میرفتیم. کافه، پارک، سینما. هر روز بهش نزدیکتر می شدم و علاقه‌مندتر. میخواستم هر طور میتونم خوشحالش کنم. جواب کنکور هم اومد و من امیدوار شدم بتونم توی یکی از دانشگاه‌های تهران قبول بشم تا از سینا دور نشم. با کمک سینا انتخاب رشته کردم. از اینکه در کنارش بودم هر روز خوشحال‌تر بودم. نگاه نگران و مضطرب پدر و مادرم رو می‌دیدم که هر روز که ما به هم نزدیکتر می‌شدیم چه حالی پیدا می‌کردن. اما به روی خودم نمی آوردم و نمیخواستم سینا را به هیچ قیمتی از دست بدم. من دوستش داشتم و امیدوار بودم اون هم متقابلا چنین حسی رو به مرور زمان به من پیدا کنه. انگار خودش یه بوهایی برده بود. مثل قبل سر به سرم نمیذاشت. اما من کوتاه نمی اومدم و مرتب بهش محبت میکردم. جواب کنکور اومد. من تونستم غیر انتفاعی تهران قبول بشم. خیلی خوشحال بودم. دیگه از عشقم دور نمی شدم. ثبت نام کردم و کلاس هم شروع شد. سینا روحیه قبلش رو به دست آورده بود. دانشگاه میرفت. سعی میکرد کمتر تو خونه بمونه. دیگه صحبتی از دوست دختراش هم پیش من نمیکرد. من از این بابت خیلی خوشحال بودم. اواخر ترم بود. همه فکر و ذکرم شده بود سینا. میترسیدم از دستش بدم. اون باید میفهمید چه حسی دارم بهش. هرچند خودش کاملا میفهمید. آخرش طاقت نیاوردم و یه روز همه حرفای دلم و احساساتی که نسبت بهش داشتم رو براش نوشتم و روی میز اتاقش گذاشتم. دلم پر از آشوب و دلهره بود. نمیدونستم چه جوابی میده. حتی از عکس العمل پدر مادرم هم میترسیدم. ولی دیگه مرگ یه بار، شیون هم یه بار. براش نوشتم که دوستش دارم و میخوام در کنارش باشم. براش نوشتم که نقص جسمیش هیچ خلالی نمیتونه تو زندگی ما ایجاد کنه و من همیشه، حتی الان هم بیشتر از همیشه دوستش دارم. خیلی نگران عکس العمل سینا بودم. فرداش که به دانشگاه رفت، نامه رو روی میزش ندیدم. مطمئن شدم که نامه رو خونده. اون روزا تو دانشگاه با دختری صمیمی شده بودم به اسم زهره. یه چیزایی از علاقه خودم به سینا رو بهش گفته بودم. اون روز وقتی رفتم دانشگاه بهش گفتم که چی کار کردم. زهره تشویقم کرد و گفت که باید دنبال دلم برم، اما آینده سختی رو پیش رو داریم. به هم گفت که حتما قبلش با مادرم مفصل در مورد این موضوع صحبت کنم. تشویقای زهره کمکم کرد تا بتونم جرأت پیدا کنم و حرف دلم رو بزنم. اون روز زودتر از قبل از دانشگاه برگشتم. مامان تنها بود. ازش خواستم که باهاش صحبت کنم. انگار میدونست که قراره چی بشنوه. من همه چی رو از اول تا آخرش براش گفتم. نمیدونم این عشق سینا بود که بهم این همه قدرت داده بود یا خودم تونسته بودم بر خجالتم غلبه کنم. مامان همه رو گوش داد و گفت: چنین روزی رو تو خوابم هم نمیدیدم. چی بگم بهت آخه؟ تو میدونی که تصمیم سختی گرفتی؟ از حس و نگاه سینا که بگذریم، آیا میدونی چه شرایطی هست که قراره تحمل کنی؟ سینا یه پسر معمولی نیست. تو هیچ وقت نمیتونی زندگی عادی داشته باشی. حداقل نیازهات هم باید نادیده بگیری. غیر از اینکه اون شاید فقط نگاهش به تو نگاه خواهر برادری باشه، نتونه تو رو به عنوان همسرش بپذیره. همه اینا رو میدونستم. 1000 بار بهشون فکر کرده بودم. بغلش کردم و گفتم: مامان، فقط حمایتم کن. تنهام نذار. اگه مسئله مشکل جسمی سیناست، من باهاش کنار اومدم. کاری ندارم که چی میشه. من زندگی در کنار سینا رو انتخاب کردم. دوست ندارم در کنار کس دیگه ای باشم. من فقط در کنار اونه که خوشبخت میشم. اما اگه سینا خودش منو نخواد که یه حرف دیگه است. سینا به من بگه منو نمیخواد، من واقعا میرم و ازش دور میشم و هیچ وقتم مزاحمش نمیشم. اما تو رو خدا کمکم کن. به چیزی که میخوام برسم. ما کنار هم کامل میشیم. مامان چیزی نگفت. میدونستم که تو دوراهی سختی گیر کرده بود. نمیدونم اگر من جای اون بودم واقعا چه تصمیمی میگرفتم. مامان گفت:
با بابا حرف میزنه. تو دلم آشوب شد. تا شب که سینا برگرده دلم هزار را رفت. منتظر عکس‌العملش بودم، اما اون اومده خیلی عادی رفتار کرد. انگار نه انگار. طوری که شک کردم که نامه رو خونده اصلا. براش پیامک زدم و نوشتم نامه رو خوندی؟ نوشت آره. به زهره گفتم و اونم گفت که بهش فرصت بدم. 2-3 روز گذشت. وقتی دیدم خبری از سینا نیست خودم پیش قدم شدم و دوباره بهش پیام دادم و گفتم خوبی؟ سینا بازم یک کلمه نوشت خوبم. ساعت 10 شب بود. نمیدونستم دیگه چی بگم که به حرف بیارمش. نوشتم سینا نامه‌ام جواب نداشت. سینا نوشت باید چه جوابی بدم؟ گفتم سینا من از روی احساسات ننوشتم براتا. و این شد آغاز صحبت پیامکی من و سینا. خنده‌دار بود که 2 تا اتاق کنار هم بودیم ولی تا دمدمای صبح پیامکی با هم حرف می زدیم. انگار روم نمیشد این حرفا رو حضوری بهش بگم. اونم همین حسو داشت. اینو برام نوشت در تمام این سالها به چشم خواهر فقط نگام کرده. نمیتونه نگاه دیگه ای نسبت به من داشته باشه. اون میگفت و من گریه میکردم. من براش نوشتم که دوستش دارم. نوشتم وقتی که هیچ مشکل شرعی و قانونی بین ما نیست فقط کافیه که روی حس و حالمون به هم تجدید نظر کنیم. براش نوشتم که کافیه که بخواد. فقط یه بار از نگاه یه آدم دیگه، یه دختری که همراه و همدم زندگی به من نگاه کنه. نوشتم براش که اگه من با معیارهای تو جور در نمیام اصرار نمی کنم و میرم پی زندگیم. میرم و تنهات میذارم. اون شب دیگه سینه چیزی نگفت و فرداش به مامان گفت که یه چند وقتی میره خونه دوستش. مامانم شستش خبردار شد و چیزی نگفت. بیچاره مامانم تو چه برزخ گیر کرده بود. میدونستم که بابامم در جریان گذاشته و اون علیرغم میلش که مخالف بود تصمیمو گذاشته بود به عهده خودمون. شایدم فکر میکرد نتیجه مشخصه، اما خیلی تو خودش بود. چند روز گذشت. امتحانات ترم شروع شد و من حسابی سرگرم درسام شدم و دیگه کمتر به خودم و سینا فکر میکردم. سینا خونه نمی اومد. میدونستم که مامان باهاش در ارتباط و ازش خبر داره. خونه تو موج سکوت بود. بابا خودشو با تلویزیون مشغول میکرد و با هم زیاد حرف نمیزد. نمیدونستم چی کار کنم. انگار من باعث رفتن سینا بودم. از طرفی هم دلمون براش تنگ شده بود. از مامان سراغشو نمیگرفتم. اونم چیزی نمیگفت. تا یه شب که تازه شام خورده بودیم مامان صدام زد و گفت میخواد با هم حرف بزنه. دلهره داشتم. دستام عرق کرده بود. از بابا خجالت میکشیدم. اما بالاخره تا کی باید تکلیفم معلوم میشد. بابا بی مقدمه گفت که سینا اومده اداره محل کارش و در مورد من باهاش حرف زده. تو دلم یه چیزی تکون خورد و ذوق کردم. انگار رویاهام داشتن واقعی میشدن. بابا گفت که مفصل با سینا حرف زده. از مسائل و مشکلات این وصلت گفت. گفت همه چی رو قبول کرده. باورم نمیشد اینا رو دارم میشنوم. بابا گفت من با سینا اتمام حجت کردم. گفتم که راضی نیستم. با تو هم حرف آخرم رو میزنم. این وصلت قشنگ نیست. همون رابطه قبل رو حفظ میکردین همه جوره بهتر بود. الان یه چیزی این وسط غلطه و جالب نیست. درسته از لحاظ شرعی مشکلی نداره ولی شما هر دوتون نمیدونید. والا من این روزو هیچ موقع پیش بینی نمیکردم. دیگه گفتنیا گفته شدن و من حرفامو زدم. هم به اون هم به تو. دیگه خود دانی. از من گفتم بود. سرم پایین بود و به حرفای بابا گوش میدادم. با خودم کلنجار میرفتم. بین عقل و قلبم گیر کرده بودم. ولی در نهایت دلم مثل همیشه برنده بود. بخش زیادی از حرفای بابا رو قبول داشتم. ولی باز هم ترجیح دادم با همه سختی‌ها و حرفا و حدیثایی که ممکن بود بشنوم در کنار سینا بمونم و به عشقی که به تازگی توی قلبم به وجود اومده بود برسم. با خودم میگفتم همه فراموش میکنن که قبلا بین ما چه رابطه‌ای بوده. مهم اینه که من به کسی که دوست دارم میرسم. حالا که سینا هم رفت و با بابا حرف زده نشون میده که این احساسات یک طرفه نیست و این منو مصمم‌تر میکنه که روی انتخابم پافشاری کنم. اون شب گذشت و چند روز بعد سینا برگشت. دیگه نگاهاش مثل قبل نبود. حس خوب دوست داشتن رو ازش میگرفتم. از مامان اجازه خواست که با هم حرف بزنه. با هم رفتیم بیرون. قدم زدیم. از هر دری حرف زدیم. سینا از گذشتش گفت. از رابطه‌ای که با دخترها داشته. گفت که نباید رو آینده زندگیمون تاثیر بذاره و اینو پت کنی و رو سرم بزنی بعدها. سینا گفت که از ترحم بیزاره. هر جا که حس کنه دارم از روی لطف باهاش ادامه میدم بی خیالم میشه. سینا گفت که دوستم داره.
اما شرایطش مشخصه و هنوزم درسش تموم نشده. شاید با زندگی راحت و ایدئال فاصله داشته باشیم، اما همه تلاششو میکنه. اون روز ما خیلی حرف زدیم. به نقطه نظرات مشترک زیادی رسیدیم. روزهای بعد انگار واسم روی دور تون میگذشتن. کارهای اولیه رو انجام دادیم. ذوق و شوق زیادی داشتم. هر شب تا دیر وقت با هم چت می‌کردیم. سینا یه خونه کوچیک اجاره کرده بود و همونجا میموند. خیلی زود توی یه مراسم ساده‌ای من و سینا به عقد هم در اومدیم و سینا رسما مال من شد. درس سینا که تموم شد رفتیم ماه عسل. سینا با جشن عروسی مخالف بود. منم باهاش هم نظر بودم. زندگی مشترکمون رو تو همون خونه کوچیک سینا شروع کردیم. الان چند سال از زندگی ما میگذره. سینا تو شرکت دوستش مشغول به کاره. منم بعد از تموم شدن درسم توی شرکت تونستم استخدام بشم. زندگیمون با همه کم و کاستی ها قشنگ میگذره. بابا و مامان با ما ارتباط نزدیکی دارن. هرچند من هیچ وقت نمیتونم مثل یه زن معمولی زندگی کنم و حتی نیازهای ابتداییم رو برای همیشه در خودم دفع کردم. ولی به خاطر علاقه‌ای که به سینا دارم گله‌ای ندارم. ما در کنار هم زوج آروم و خوشبختی هستیم. هرچند خیلی یا حتی نزدیکانمون تاییدمون نکردن و حتی الانم نتونستن با این ازدواج کنار بیان، ولی برامون مهم نیست. هر کس زندگی خودشو داره. خب دوستای عزیزم، این داستانمونم تموم شد. باید بهتون بگم تمام داستانهای کانال من واقعی هستن. کاملا واقعی و ساخته ی ذهن کسی نیست. ممنون میشم که نظرتون رو راجع به این داستان برام کامنت کنید، چون برام خیلی مهمه. متشکرم.